سالهاست درباره بیخطر بودن ماریجوانا به ما اطلاعات ضد و نقیض داده شده، ولی وقتی داده‌های واقعی مغز رو نگاه می‌کنیم داستان متفاوت میشه. در یک مطالعه بزرگ در جورنال آف آلزایمر دیزیز و تاثیربرداری روی حدود 1000 مصرف کننده ماریجوانا مشاهده شد که جریان خون مغز در اکثر نواحی کمتر از حد طبیعیه و بیشترین افت در هیپوکامپ، مرکز حافظه و یادگیری. وقتی هیپوکامپ ضعیفتر میشه، حافظه، تمرکز، انگیزه و حتی ثبات هیجانی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. از طرف دیگر یک بررسی بزرگتر و معتبر در جاما سایکیاتری نشون داد اگر نوجوانان سن زیر 18 سال ماریجوانا مصرف بکنن، در دهه 20 سالگی خطر افسردگی و افکار خودکشی در اونا بیشتر میشه. افسردگی 37% و افکار خودکشی تا 50%. این یعنی ماریجوانا بی خطر نیست، به خصوص در مغز نوجوانانی که هنوز در حال رشده. اگه درباره حافظه، تمرکز، خلق خودتون یا فرزندتون نگرانی دارید، ارزیابی دقیق مغز میتونه تصویر واقعی رو نشون بده. هر سوالی داری همینجا بپرسید. در ریل بعدی پاسخ میدم.